درودتان رین عادیله. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 126 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. یکی از دوستان یک ویدیویی رو گذاشته بود که یک استاد دانشگاه در اواخر یا در دهه 1990 به تا 2000 برای یک مأموریت آموزشی سیاسی احتمالاً و حتی جاسوسی یا تحقیقاتی مثلا از انگلستان به خاورمیانه و جایی که امروزه اسرائیل فلسطین نامیده میشه میره و در اونجا تحقیقاتی رو انجام میده. در این مصاحبه که در احتمالاً 2025 یعنی حدود 30 سال یا 35 سال بعد از اون رفتن و اون مهاجرت انجام میده، در این مصاحبه میگه که ما به عنوان معلم استاد دانشگاه و هرچی که بگیم داشتیم دروغ رو میفروختیم به دنیا. به نظر من انسانهای دارای روح آزادی، من وجدان رو قبول ندارم. وجدان چیزی است که از جامعه نشأت میگیره. همه ایرانی های فارس و پانفارس دارای وجدان ایرانی هستند. وجدان ایرانی وجدانی است نژاد پرست، ضد انسان، ضد حقوق انسان، ضد آزادی ها، دیکتاتوری پرست و اگر هم دینی نداشته باشه و بیدین بخواد بشه، حتما به یک دینی خودش میسازه یا به یک دین دیگری که فکر میکنه اون بهتره گرایش پیدا میکنه. این وجدان این هست. برای همین من وجدان به مفهومی که وجود داره و ثمره و ساخته و پرداخته و مهندسی شده خود جامعه یا مسئولین و سیاستمداران و حتی اگر بگیم در ایران و در آمریکا و در جاهای دیگر مافیای حاکم اون وجدان رو میسازه، من اینو قبول ندارم. من روح آزادگی، روح آزاد زیستن، روح آزادی جستن، آزاد بودن و آزاد پروری رو خیلی میپسندم تا وجدان. اصلا با وجدان مخالفم، همونطور که دین رو، اخلاق رو، حقوق رو متعلق به اقویا، زورمندان، صاحبان اراده های آهنین برای کنترل ضعفا و ضعیفا میدونم. خب حالا از اینها بگذاریم، برگردیم. در این برنامه 127 مهندسی جهل ببینیم که با کدوم کتاب تاریخی ترکی، منظورم از تاریخی یعنی قدیمی، نه مربوط به تاریخ، نه درباره تاریخ، نه تاریخ داستانهای برگزیده است که شستشوگران مغز و مهندسان جهل به خاطر تأمین منافع شخصی و منافع مافیای قدرت و حاکم اونها رو از داخل میلیاردها فاکت تاریخی یه چند تا فاکت رو جدا میکنن و به عنوان تاریخ منسجمه که آلترناتیو نداره ارائه میدن، در حالی که تاریخ دارای صدها، ببینید هر انسانی یک تاریخه، زندگی هر انسانی یک تاریخه، در تاریخ، در گذشته، و در میان این زندگی انسان‌هایی که هر کدام یک تاریخ دراماتیک یا احتمالاً عاشقانه یا جنگاورانه یا سیاسی اداری بوده، خب یه تعداد افرادی به خاطر پست‌ها و مقام‌هایی و به خصوص به خاطر اراده برای کشتن دیگران و در کشتن دیگران هیچ رحمی، شفقتی، حرمتی نداشتن اولویت میگیره. تاریخ از اینها ترسیده، انسانها از اینها ترسیدند، از این قاتلان حرفه‌ای ترسیدن و تاریخ رو به اونا دادن.
اونها به خاطر این کشتار، روحیه کشتار انسان ها، تونستن ثروت و پول و احترام و اسامی بسیار گردن کلفت سیاسی، اداری، دینی رو برای خودشون جذب بکنن. حالا از این بحث بگذاریم، دوباره بریم ببینیم که امروز و در کتاب‌هایی که حدود 2-3 هفته اخیر دانلود کردیم چه کتابی رو میتونیم ببینیم. در جلسه قبلی، حالا یادم نیست چه روزی بود، ما داستان تاریخ جدائیت رو خوندیم. دیدیم که یک نویسنده‌ای بر اساس علاقه شخصی در فرانسه با یک کتابی آشنا شده. اون کتاب درباره تاریخ یهودیت بوده احتمالاً، و اون رو برداشته و گفته که این کتاب برای کسایی که بخوان با دیگران جنگ بکنن، چطوری این کادر جنگجو رو بسازن، چجوری سرزمینشون رو از اشغال آزاد بکنن، چه شکلی سرزمینشون و یا سرزمین‌هایی رو که اشغال کردن بعدها اونها رو اداره بکنن، چجوری سلاح جمع آوری بکنن، چجوری قلعه ها و تجهیزات نظامی بسازن و چجوری اگر مورد تهاجم رقبا و دشمنان قرار گرفتن از خودشون دفاع بکنن و چجوری در صورت غلبه بر دشمنان و رقبا بتونن سرزمین های اونها رو اداره بکنن و مغزهای اونها رو به دست بگیرن. این کتاب در اون باره بوده. من مقدمش رو خوندم و 1-2 صفحه از این ور اون ور خوندیم. خیلی متوجه اصل داستان که چی بوده نشدیم، ولی خب به نظرم کتاب بسیار زیبایی بود. در 2 زبان، ترکی و فارسی نوشته بود، هر یک صفحه به زبان ترکی و بعد ترجمه آن به زبان فارسی رو در این کتاب دیدیم جداگانه. صفحه آرایی خیلی خوبی داشت و خیلی راحت نوشته شد. در اون حدود 20 صفحه‌ای که من از اون کتاب در عرض 1 ساعت و نیمی که خوندم، شاید 2 ساعت، شاید 5 کلمه یا 10، حد اکثر شاید بگیم 10 کلمه رو نتونستم بخونم. علتش چی بود؟ علتش این بود که کلمات در داخل هم فرو رفته بودند و نمیشد اینها رو جدا کرد و سواد ترکی من به قدری ضعیفه که نمیتونستم کلمات رو جدا بکنم. خب حالا ببینیم برای امروز این کتاب در مکنون، عجایب جهان و تاریخ طبیعی، یازı oğlu احمد اوایل قرن 17 میلادی 180 صفحه. ببینیم که این کتاب چی هست و در مورد چه چیزی هستش. همونطور که از همین اولین صفحه دیده میشه، این کتاب در یه جایی که در اروپا هست نگهداری میشه. من احتمال میدم فرانسه باشه. حالا خیلی زیاد من این زبان‌ها، خیلی که نه، این زبان‌ها رو نمیدونم، در نتیجه نمیتونم در موردشون بگم که چی هست. ظاهراً صفحه کتاب خیلی بلنده، ارتفاع کتاب خیلی زیاده، در نتیجه به سختی تو صفحه تونستیم جا بدیم با اینکه چند برابر این رو کوچیک کردیم. خب اولش یه 2 صفحه‌ای تقریبا چیز هست، به لاتین نوشته شده که حالا برگردیم یه نگاهی میکنیم ببینیم که آیا یه تاریخ‌هایی در اونجا نوشته شده یا نه. بعد جلد کتاب رو میبینیم که تقریبا سبز کمرنگ هست و بعد داخل جلد رو میبینیم که یک عدد ترک رو نوشته، حروف ترک رو نوشته و 1345 رو اینجا زده و این نمیدونم آیا میلادی هست یا قمری، ولی این چیزی که اینجا هست چون به متن ترکی نیست و مسلمون ها ننوشتن، در این میلادیه. اگر این 1345 سال میلادی باشه، الان 2025 هستیم. 2000 اگر فرض بکنیم حدود 700 سال پیش این کتاب نوشته، یعنی تو این مایه ها.
خب صفحه بعد دوباره ما اینجا با یک متن دستنویس لاتین دوباره روبرو هستیم که یه عدد 79 رو اینجا میبینم، یه 1878 رو اینجا میبینم که دوم یک ماهی هست اینجا و همین. بعد دوباره با صفحات سفید در اول کتاب مواجه هستیم و بعد خود ترکی لطیف مسائل واردور. حالا اینجا اولش با یه خطی که مربوط به کتاب نیست و دوباره یک لاتین یه چیزی نوشتن و بعد روش خط زدن، دوباره امضا حالتی برای این کتاب به لاتین نوشته و حالا اینجا برگردیم ببینیم که این چی هست. احتمالا یه چیزی فارسی، به زبان فارسی هم اینجا نوشته شده، یه حالت شعر داشته باشه و اینجا یک امضایی با حروف ترکی عربی نوشته شده و این پایین هم یه عدد 160 رو میبینیم و این پایین هم یه چیزهایی نقاشی شده. کتاب در مکنون. اسم کتاب چی هست؟ در مکنون. و با بسم الله شروع میشه. کتاب با خط بسیار زیبایی نوشته شده. عرض کردم که زیبایی از نظر من این هستش که بتونم با اون رو بخونم، بفهمم، درکش بکنم، رابطه برقرار بکنم، اون رو مغز من، احساس من باهاش رابطه برقرار بکنه و اون رو مال خودم بکنم. یعنی وقتی بخونم دیگه اون مال منه. وقتی که یه چیزی وارد مغز من شد اون دیگه مال دیگری نیست، مال منه، چون که تجربه من، احساس من، سواد من، جغرافیایی که زیست میکنم، تجربیاتی که دارم، دردها و غمهایی که دارم، شادیهایی که دارم، امیدهایی که دارم، آرزوهایی دارم، نوع ایدئولوژی و سیاست و نگاه من، ایدئولوژی سیاسی، دینی، اجتماعی من روی اون کلماتی که از اون کتاب میگیرم تأثیر میذاره دیگه. این کتابی که من میخونم دیگه اون کتابی نیست که نویسنده نوشته، یه کتابی است که من دارم بر اساس شخصیتی که الان به وجود اومده از من این کتاب دوباره خوانده میشه و مال من میشه، مال نویسنده نیست. خب تقریبا میتونم بگم که کلمات یه مقداری از هم جداست اما واقعا هم جدا نیست. مثلا حالا برگردیم من این رو نشون میدم. سطرها خیلی به هم نزدیکه ولی خب اونقدری نیستش که با هم مخلوط بکنیم. یه مقدار این وسط مثل این که پشت کتاب که یه چیزهایی در این صفحه نوشته شده، این خطایی که اینجا میبینیم، این یعنی اینجوری بگم ظاهراً مسلمون ها در گذشته مثل امروز نه، امروزه هم همینطوره ظاهراً، نه امروزه اینطور نیست. کتاب رو مثل این که حداقل در این کتاب، یکی دو کتاب دیگه هم متوجه شدم ولی خیلی آگاه نبودم به این. اینجا معلومه که در کتاب‌های امروزی اول صفحه‌ای که به سمت بالاست، یعنی حالا از اگر طرف انگلیسی نگاه بکنیم، انگلیسی ها یا لاتین ها کتاب رو از چپ به راست می نویسن. عرب ها و مسلمون ها از چپ به راست می نویسن. لاتین ها از راست به چپ می نویسن کتاب رو، یعنی برعکس شد. مسلمون ها از راست به چپ می نویسن و کتاب رو پر می کنن. لاتین ها از چپ به راست می نویسن و کتاب رو از چپ به راست می خونن. ما برعکس کتاب رو می گیریم. یعنی فرض بکنیم این یک کتاب هست، ما از اینجا که سمت راسته کتاب رو باز می کنیم و از اینجا می نویسیم. در گذشته این صفحه رو ورق می زدن و از اینجا می نوشتن. برای اینکه چند صفحه در اینجا خالی میذاشتن تا اگر یکی نقدی داره، فکری داره، در این صفحه ها بنویسه و از اینجا شروع میکردن. در امروزه از اینجا شروع میکنن، از صفحه اینجا، یعنی همین جلد رو که باز بکنید از اینجا مثلا شروع میکنن. البته کتاب ها الان چند تا چیز مینویسن و بعد میرسه به اینجا. در لاتین یا زبانهایی که لاتین گفته میشه کتاب رو از سمت چپ شروع میکنن و
از اینجا همین صفحه شروع میکنن دیگه. این صفحه رو مثلا سفید بذاریم بریم از اینجا شروع بکنیم، این کار رو نمیکنن. در گذشته مسلمان ها این کار رو میکردن، به خاطر گفتم شاید به خاطر این بوده که یه مقدار کاغذ سفید برای خواننده بذارن، که چون کتاب خریدن کاغذ خیلی گران بود و نوشتن هم گرانتر بود، خواندن کتاب گران بود، برای همین میگفتن برای این کسی که خواننده کتاب هست بذارید چند صفحه در اولش کتاب، چند صفحه در آخر کتاب، براش فرصت بدیم که ایده هاشو بنویسه. حالا اسم کتاب در مکنون هست. حالا اون چیزی که در این صفحه نوشته شده به عنوان امضا و بازی و اینها متاسفانه میبینیم که نقشش رو در اینجا گذاشته و این طرف کتاب رنگش با اون رنگ قاطی شده پشت و متاسفانه بعضی جاها رو نمیذاره بخونیم. میبینیم که کتاب آب رفته توش، کاملا جای آب رفتگی و کهنگی در اثر آب رو میتونیم در کتاب مشاهده بکنیم. کتاب طرف شیرازه اون جاییه که کتاب پایین چسب میشه یا دوخته میشه به پایین، به اونجا شیرازه میگن. اون طرف خیلی کمه، اون سه طرف دیگر بالا و طرفی که بیرون هست و پایین کتاب یه مقدار جا برای نقد نویسنده، نظر خواننده گذاشته. چقدر به خواننده اهمیت داده می شده در گذشته، امروزه دیگه خواننده ارزشی برای نویسنده نداره. نویسنده اون رو به عنوان یک ابزار می بینه که کتابشو بخره، سود ببره. کتاب برای تهیه سود نوشته میشه، سود صنعتی، نه سود تک فروشی، سود صنعتی. فرق سود با سود صنعتی به نظر من اینه که در سود صنعتی تولید انبوه کاهش دادن کیفیت کالا از یک طرف و قیمت تمام شده برای هر جلد، هر واحد از اون محصول یک طرف، و رسوندن به دست خیلی از انسان ها بدون اینکه بتونه بخونه، فقط یه چیزی باشه بخره، این رو بخره ببره، چون در پی مصرف اون که کیفیت مصرفش چیست نخواهد بود. اون در پی اینه که فقط فروش بره و سرمایه جمع بشه. اینجاست که اسلام یه واژه‌ای داره به نام اسراف. فرهنگ اسراف رو اینجا چیز میکنه. به هر حال میبینیم که بخشی از کتاب با رنگ قرمز نوشته شده تا بگه که یه مطلب جدیدی میخواد در اینجا بیان بکنه و از مطلب قبلی و از مطلب بعدی جدا هست. به شکل تیتر، میان تیتر داره. اینجا رو میتونیم ببینیم دوباره. بعضی جاها رو به نظرم میرسه که خط زده و یا خودش مثلا این رو اصلاح کرده. احتمالا در کتاب قبلی خیلی این رو دیدیم، در اینجا فکر کردم این هست، بعد دیدم که نه، این کاف رو یه جوری نوشته انگار که خط زده. همین صفحه‌ای که الان ورق میزنیم اون آب رفتگی و اون چیز رو میتونیم ببینیم. حاشیه کتاب یه مقداری خیلی زرد شده و در حال پوسیده شدن هستش. خاطرات انسان ها هم وقتی تجرید میشن از جامعه، مثلا در سلول انفرادی میمونن، خاطرات انسان ها هم به تدریج مثل عکس ها و مثل کتاب، برگ این کتاب که در اثر مرور زمان رنگش از دست میده، کیفیت اون نوشته یواش یواش پاک میشه و پودر میشه کتاب، در یک زمان طولانی تری از بین میره. خاطرات انسان ها وقتی تجرید میشن از جامعه و خانواده هم اون شکلی میشه. و یکی از چیزهای خوبی که آلزایمر داره اینه که اون خاطرات رو زنده میکنه. آلزایمر درسته یه بیماری خیلی بدیه، اما اون خاطرات قبل رو زنده میکنه و ذهن رو از جهت ساختن داستانهای جدید فعال میکنه.
چون انسان، اون کسی که این بیماری رو میگیره، خودش رو پیر نمیبینه دیگه، در این سنی که هست نمیبینه، اون خودش رو خیلی جوان میبینه و اطرافیانش رو هم در همون سن و سال میبینه و داستانهایی هم که میسازه بر اساس اون میسازه. حالا میگید از کجا این رو میگید؟ تو که به این سن نرسیدی تا بتونی تجربه کنی. متاسفانه پدر مرحوم من به این بیماری گرفتار شده بود و من یه مدتی باهاش زندگی کردم و دیدم که یه چنین وضعیتی داره. حتی میخواستم داستانهایی که میسازه رو بنویسم، متاسفانه نشد. نه عمر اون کتاب کفاف داد، نه امکانات مالی من. بریم این کتاب رو، 180 صفحه هست، خیلی دیگه روش مانور ندیم. من از هر 20 صفحه، الان این صفحه 30، بذار 40 رو بریم ببینیم. این صفحه 40 هست، همون خط هست و به رنگ دوباره سیاه نوشته شده. بریم صفحه 60 رو ببینیم. این صفحه 60 دوباره همون هست، یک چیز قرمز، رنگ قرمز به تدریج نمیدونم چرا زودتر رنگ خودش رو میبازه در اثر برخورد نور با این و در اثر گذشت زمان. احتمالا حتی نور هم بهش نخوره، این رنگ قرمز زودتر از بین میره، شاید به خاطر اون موادی که ساخته میشه، نمیدونم. معمولا رنگ سیاه رو در گذشته از بگیم، حالا من چی بگم اینو، توز از ذرات، حالا شمعی که میسوخت یا روغنی که میسوخت یا یه چیزی که میسوخت و میچسبید، اون دوده میچسبید به یه ظرفی که در بالای این چیزی که سوخته میشد میذاشتن، اون رو جمع آوری میکردن با انواع مواد روغنی، مثل حالا بگیم پیه یا روغنهای مختلف، این رو قاطی میکردن و تبدیلش میکردن به یک ماده برای نوشتن. ولی رنگ قرمز احتمالاً نمیدونم، احتمالاً از برگ ها یا میوه ها یا احتمالاً بعضی خاک ها و سنگ ها در میومد که ماندگاریش ظاهراً کمتر هست. احتمالا از گل ها گرفته می شده یا از ریشه های گیاهان گرفته می شده. بریم صفحه 100 ببینیم که 100 چی هست. 100 یه مقدار به نظرم کاغذ تیره تر شد و این همون هست، همون خط، یه مقدار خط عوض شد البته، ولی نه خیلی زیاد. خط به نظرم مثلا با صفحه 50 یه مقدار خیلی کمی صفحه 100 فرق کرد. حتی با این صفحه مثلا چیز که بریم صفحه 96 95 یه مقدار این صفحه 100 به نظرم تغییر کرد، ولی خیلی نه. یعنی میتونیم بگیم همون آدم احتمالاً یه مقدار چیز اینجا مثلا این سطر برای من خیلی متفاوت تر از بعضی سطرهای دیگر دیده میشه، یا بعضی از کلمات اینجا خیلی احتمالاً قلم عوض شده، یعنی اون نوک قلم رو که وقتی میخواستن بتراشن حالا یه مقدار فرق تراشیده شده، در نتیجه این تفاوت رو میبینیم. صفحه 150 رو نگاه میکنیم، همون قلم هستش، یه مقدار حالا نازکتر شد، تیزتر شد و چیز شد. بریم صفحه پایانی کتاب رو، از حالا عکسای در اروپا همین کارو کردن. در کتابخانه اروپایی ما ببینیم کتاب رو از هر جهتی که ببینید عکس میگیرن. این در کتابخانه مجلس شورای ملی یا کتابخانه سلیمانیه در ترکیه این کار رو انجام نمیدن، فقط جلد داخل جلد رو عکس میگیرن و صفحات رو عکس میگیرن. ولی در کتابخانه های اروپایی نگاه کنید کتاب رو از مقطع‌های مختلف عکس‌های خیلی واضحی میگیرن تا نشون بدن که کتاب، وضعیت این کتاب چه شکلی هستش. شما در اینجا با نوک جلد و نوک کاغذها چقدر تا شدن، چقدر پوسیده شدن، رنگشون چقدر تغییر کرده، اینها رو میبینید. اثر فکر میکنم مثلا عرق دست رو در اینجاها میشه دید، اینها رو میشه دید. در اینجا هم شما همینطور همه چیز رو میتونید ببینید، کتاب چقدر
اعوجاج گرفته. الان نگاه کنید این 3 زاویه متفاوت و این 4 زاویه که از چیزی که و اینجا جلد رو از پشت کامل پشت جلد رو نشون میده و اینجا وقتی صفحه رو باز میکنه داخل جلد رو نشون میده و این چند صفحه‌ای که در آخر سفید گذاشته شده برای نویسنده. و اینجا در این صفحه 4 تا مهر رو میبینیم که تلاش میکرده به شکل یک اگر هندسی بخوایم بگیم به شکل یک بیضی میخواسته احتمالاً در بیاره یا یه شکل لام معکوس یا لامره معکوس میخواسته در بیاره و اینجا ما میتونیم احتمالاً اسم این رو بخونیم که چه کسی هستش، این کتاب مال کی بوده. حالا البته ظاهراً این یک مهر نیست، این چند تا مهر متفاوت هست. این دوتا یک مهرن ظاهراً و این دوتا یک مهر دیگر. حمد مرسل، احمد مرسل یجب و دلاره. حالا اینو اگر شد آخر کتاب دوباره اینجا هم یکی بوده که من اینو ندیده بودم. 5 تا مهر داره، چون خیلی بزرگ کردیم این رو نتونستیم ببینیم. آخر کتاب رو هم اینجا میبینیم که یاد گرگدر رسول الله صلی الله علیه و سلم الگالدر. حالا این کتاب ناقص مونده، ظاهرا ادامه داره. حالا برگردیم میخونیم ببینیم که این چی هست. فصل خروج دجال. حالا از اینجا به بعد معلومه که این کتاب ناقص مونده و یه جلد دیگری داره. خب برمیگردیم و کتاب رو از اول شروع بکنیم ببینیم که این کتاب چی هست و در مورد چه چیزایی صحبت میکنه. خب گفتیم که اینها رو یه مقدار تاریخاشو دیدیم لاتین و اینجا هم صفحه‌ای که میخواست حالا شوخی میکردن اینجا رو هم بذارید بزرگش بونیم. اگر پرسید ای عاقل ز حال روزگار من که با منی رفت حال این است مستقبل نمیدانم. که با احتمالا که ماضی رفت و حال این است و مستقبل نمیدانم. اینجا باید مثل بازی نوشته، به نظر من ماضی هست. که ماضی رفت حال این است مستقبل نمیدانم. چرارسن با که این عاقل به حال روزگارندن. سرارسن یا که ابن عاقل به حال روزگارımdan geçen geçti budur halim gelecekti haber bilmem. gelecekten haber bilmem. اون شعر حالا یا فارسی بوده یا نوشته، به هر حال هر دوتا یک معنی رو داره، هم ترکی هم فارسی نوشته. اگر حالا بدون نقطه اینجا نوشته، من تلاش میکنم که این رو مقام بیدا نمیتونم بخونم متاسفانه. و اینجا یک حالا اینو خوشنویسا میتونم بخونم، مثل عالم هست، چی هست، یه چنین چیزی خیلی هنرمندانه به اصطلاح نوشته شده که با من هیچ ارتباط هنری برقرار نمیکنه. من این رو یک حرکت قلم میبینم که حالا اینجا عالم فکر میکنم نوشته، فکر میکنم باید. حالا کتاب در مکنون، بسم الله الرحمن الرحیم، از اینجا کتاب میشه. قال الله تعالی فی الارض آیات للموقنین و قال الله تعالی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و فی انفسهم و مما لا یعلمون و نقل علی اهل الانفس عجائب المخلوقات و غراب المصنوعات و الاشیاء. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور و خلق الاشیاء والاملاک الملائکه والجن والانس والحیوانات والوحوش والطیور
طیور و رازق الارزاق و خالق الاخلاق و قادر المقدور و قاهر المقهور احد الصمد قادر علی من یشاء قادر علی من یشاء و هو الغفور التشکور و هو الغفور التشکور. این دیگه غفور شکور، اینجوری باید بگیم غفور الشکور. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع البصیر العادل سمیع البصیر عادل یوم الحشر و النشور. اشهد ان سیدنا محمدا عبده و رسوله حبیب رب العالمین شفیع الاسان فی العرصات فی العرصات احتمالا باشه و ختم الرسل صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا الی یوم الحشر و النشور. بلینکی حق سبحانه و تعالی جل و علا واحد فرد صمد و قادر در و صانع در. اولی یک بی ابتدا در، اولی یک بی ابتدا در و آخری یک بی انتها در. Bunu bugünlü genç idi. Bu gözlü genç idi. Dilde mahala genci dilde. Bu ihtimalen türkülü gencidi dildi kim gencini izhar ede iş bu yok alemleri var ede. Ne in nemiشه bu gözlü gencidi. Gencidi dilediğim gencini izhar ede. İş bu yok alemleri var ede. Pes yarattı erşik ve kursiyi gökleri ve yerleri. Hala اینجا پس این دیگه میتونه من اینجا gökleri مثل دال نوشته این دیگه حالا اینجا این کلمه رو متوجه نمیشم مفهومش هم متوجه نمیشم که چی میخواد بگه اینجا رو. ولی از اینجا dilediğim genci izhar eder. گنج bu gözlü gencidi. یعنی حالا نمیدونم این یعنی چی میتونه باشه. dilediğim genci izhar eder. iş bu yok alemleri var eder. Pes yarattı erşi ve kursiyi gökleri ve yerleri ve bunlardan için bunu neden için ettim. Bunlar ne için ola acayipleri. Bunların bunlar için olan acayipleri یا içinde احتمالاً باشه. حالا این مثل دهه میتونم اینو بخونم bunların içinde olan acayipleri. این درست میاد از نظر معنایی. فرشته‌leri ve cinneti cehennemi ve yerdeki acayipleri ve rub'i meskuni ve tağadi ve دیگرleri. این تاغلدی چی میشونه؟ تاغلدی هم میتونه باشه مسکونی تاغلدی و دیگرleri یا دیگرleri و سولاری درلری. این هم در احتمالا دیگرleri هم میتونه باشه دیگرleri و
سولری آقتی و شجراتی و حتی و انسی تاکیم جالتın قدرتین شاید میگم خالقین تاکیم خالقین قدرتین bildirə və əzəmətin qılələrə və onu zikr edib ona itaət və ibadət qılələr nitekim buyurur. خب دوستان این کتاب خطی نوشته شده، یه مقدار کوتاه اینا کوچیکش بکنیم که کلمات به هم چسبیده دیده بشن، شاید بتونیم بخونیم. خب در خواندن هر کتاب خطی دستی که منحصر به فرده، هر کسی یه دستخط خاصی داره که با دستخطهای همه متفاوته. من بارها عرض کردم که همونطور که اثر انگشت، البته از کامپیوتر در آوردن که این کامپیوتر الان اخیرا من یه مقاله انگلیسی خوندم که با کامپیوتر کشف کردن که اثر انگشت یک انسان در همه انگشت‌هاش و دستاش یکی نیست، متفاوته. هر انگشتی تفاوت‌هایی با انگشت‌های دیگر داره. خب ولی این رو با چشم غیر مسلح، یعنی بدون اون دستگاه‌هایی که کامپیوتر داره، نمیشه تشخیص داد. تفاوت داره، یعنی هر انگشتی برای خودش هویت مستقلی داره. در گذشته به ما میگفتن که اثر انگشت در انسان‌ها، حتی کارآگاهان جنایی که در این دانش اثر انگشت یک مهارت‌های خاصی داشتن، اونا فکر می‌کردن که هر انسانی یک نوع اثر انگشت داره که در دستهاش و در انگشت‌هاش یکسانه، با بقیه انسان فرق داره و در یک انسان ثابت هست. اما اخیراً که کامپیوتر و اینترنت و این تکنولوژی جدید به خدمت علوم در اومده، متوجه شدن که نه، هر اثر انگشت هر انسانی نه تنها در هر انگشتش متفاوته و در هر دستاش متفاوته، بلکه در خود هر انگشت با انگشت دیگه هم متفاوته. یعنی هم در انسان ها متفاوته، مستقله، و هم در هر انگشتی تفاوت هایی داره. ولی اینها رو قبلا نادیده میگرفتن، الان کامپیوتر اینها رو دیده میگیره. در نتیجه شما الان دیگه با اثر یک انگشت کسی رو نمیشناسن. الان اثر دستگاه هایی که میگیرن، دست رو کلن میگیرن، برای اینکه از اینجا به بالا و از اینجا به بالا این اثر انگشت دست شما و من در کله با اختلافاتی که با هم دارن شما رو یگانه میکنن. خط هم همینه، خط هر کسی، دست نوشتن هر کسی، نوع گرفتن قلم، فشار قلم به کاغذ و ترسیم صداها به شکل حروف بر روی کاغذ، تندی و حرکت روانی اون فرد، تندی فکرش، اون خط رو ممیز میکنه از از تمامی خطهای دیگر. در نتیجه برای اینکه با یه خطی آشنا بشیم، لازم نیستش که همون اول فکر بکنیم که من چرا اینو نمیتونم بخونم. خب طبیعیه، برای اینکه این یک هویت مستقلیه. برای اینکه ما با این هویت مستقل رابطه برقرار بکنیم، بتونیم اون رو بفهمیم و بخونیم، باید حوصله به خرج بدیم و یه 20 صفحه‌ای از این کتاب رو بخونیم تا با حرکت قلم نویسنده، چجوری این قلم میخواد احساسات اون رو و فکر اون رو و رفتار اون رو و عکس العمل اون رو و شرایط اجتماعی که به اون تحمیل کرده رو، شرایط خانوادگی و شرایط مالی و شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی و شرایط روانی اون رو میخواد نشون بده. ما همه اینها رو باید فرصت بدیم که به تدریج آشنا بشیم با این. در نتیجه طبیعیه که من نتونم بعضی از کلمات رو به راحتی بخونم، برای اینکه این یک اثر منحصر به فردیه که باید باهاش به تدریج آشنا بشیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یه آیه از قرآن آورده که ما انسان رو و جن رو خلق نکردیم الا که برای ما
عبادت بکنه، یعبدون. ما در کتاب‌های ترکی قبلی که خوندیم دیدیم که این عبادت به معنی نماز خوندن نیست، چون خداوند به اون نیاز نداره، بلکه به معنی لیفهمون، لیعلمون، حالا تحقیق بکنن، مثلا تو این معنی هست. پس imdi hakkı Teala Hazret'in azametinden ve kudretinden bir miktar ilmim erdikçe ilmim erdikçe تا اونجا که علم من برسه. علم اون زمان نگاه کنی خیلی آدم چیزی بوده، سالمی بوده، بی‌طرفی بوده. علمim erdikçe beyan eyleyim احتمالا باشه، eyleyim ta kim hakkın kudretin ve azametin bundan kıyas edesiz ve birazcık ثمر içinde. حالا من اینو ثمر میخونم ولی اجازه بدید یه مقدار اینو بزرگش بکنم ببینم چی میشه. ömr içinde هم میتونه باشه. birazcık ömr içinde bu fitne zamanında cehani keşf edip, احتمالاً keşf edip, ihtimal میدم keşf edip gezmeye ihtiyaç olmayınca pare kitaplardan cem edip kimi tefasir ve kimi ahadis nebeviden ve kimi احتمالاً دیوانlardan ve kimi hikayetlerden این روایته ببخشید و kimi روایت ve kimi hikayetlerden عقل kabul ettiklerinden نگاه کنید، نمیگه هر چیزی که دارم میشنوم یا هر حدیثی، هر آیتی که باشه، هر حدیث نبوی باشه قبول میکنم، یا تفاسیری که باشه قبول میکنم، یا هر چیزی که در هر کتابی نوشته شده به عنوان این که در کتاب نوشته شده من قبول میکنم. میگه نه، عقل قبول ettikleri. حالا عقل رو چجوری تعریف کرد؟ در بالا گفت که منم به مقدار علمیم. علم عبارت از عقل. اگر هر کسی بگه آقا در به اندازه عقل علم خودم دارم صحبت میکنم، یعنی به اندازه عقل خودم صحبت میکنم. به نظر من علم عبارت از عقل، عقل عبارت از علمه. برای اینکه از وقتی که ما در شکم مادر شکل میگیریم تا لحظه‌ای که میمیریم، در هر شرایطی و در هر اتمسفری که هستیم، این مغز ما صداها رو، احساسها رو، عطرها و بوها و اطلاعات رو، رنگها رو، همه چیز رو توسط این حواس شیشگانه جمع میکنه، حالا 5 شیشگانه جمع میکنه و خودش در درون ما اینها رو آنالیز میکنه، از معلم ها و کتاب ها و سخنرانی ها و فیلم ها و سینما و نمیدونم تئاتر و عکس و هر چیزی که به دست ما بیاد دیگه، اینها رو داخل عقل ما آنالیز میکنه، هی با اینها بازی میکنه، براش تجربه جدیدی. این هم عقل ماست هم علم ماست، چون ما بدون اینها نه عقل داریم نه علم داریم. اگر یه انسان یه اتفاقی براش بیفته همه اینها از عقلش از مغزش پاک بشه، نه علم داره نه عقل داره این انسان. به نظر من علم عبارت است از اون مجموعه اطلاعاتی که ما در مغز خودمون داریم. حالا بعضی میگن آقا جهلم داخل این هست، خرافاتم داخل این هست، که جزء علم نیست. علم به اون مفهوم علم تخصص در یک رشته نیست که معمولا هم قواعد اون در طول زمان تغییر میکنه و تبدیل معمولا میشه که اون تئوری هایی که بر اساسش فکر میکردن علمه تغییر کرده و چیز دیگری هست. حالا عقل kabul ettiklerinden getirip bir kitap ettim ve adını Durre Meknun koydum değil, koydum. Ta kim mutala'a qılneler. حالا اینجا دیگه من بعضی کلمات رو بر اساس اون چیزی که در گذشته خوندم دارم میخونم. مثلا این قılneler میخونم، این رو احتمالا مثلا
qılınnalar هم بشه خوندین رو. Haqqı Taala'nın qudrətün və əzəmətün və sənətün belə bildirə bu fəqiri xeyri dua ilə yad edələr. Əvvəl ol dəxi budur. Ya əvvəl dəxi bu dua da belə bulunə Haqqı Həzrətinin rəhməti ana ilə amin. İrə Hak Hazretinin rahmeti ana, yani به این نویسنده ایره برسه. آمین. خودش آمین رو گفته، یعنی گفته آقا منو دعا بکنید. بعد دعایی رو که میخواسته در حقش بکنن خودش نوشته آمینم گفته، که یعنی هر کسی که میخونه این رو بگه حق رحمت آنا به نویسنده ایره آمین. حالا من هم این رو متن رو خوندم، همون دعا رو انجام دادم. اینم در کتابای قبلی هم بود ولی خیلی متوجه نشده بودم. الان که حالا دارم با زبان ترکی یه مقدار آشناتر میشم بعد از این 127 جلسه، یه مقداری حالا دارم مفاهیم این کتابای ترکی رو میخوام درک بکنم. یا معین به جهت محمد و آله و صحبه اجمعین neçələr imarətlər və zaviyələr, piyadələr, qəbulündə tarixlər və adlərin yazarlar. Muradləri bu kim? neçələr یعنی شخصیت های بزرگی خیلی زیادی، امارتler و زاویه‌ler پیاره‌ler. حالا اینجا احتمالاً qəbulündə tarixlər və adlər yazarlar. Muradləri bu kim? Bu filan kişinin xeyri imiş deyərlər. Xeyirli kişi imiş desinlər. Bunun gibi nəsnələr yaradar Haqqı Teala riya ilə. Haqqı Teala riya ilə olan əməli qəbul eyləməz. Resul aleyhissalatu vesselam buyurur. الریاء یاد، حالا اینجا من دارم یاد میکنم، یاد کل العملی کنار فی الحطب. احتمالا باد کل العملی، احتمال میدونم نمه الریاء اینجا یه دباد هستش، حالا این احتمالا الریاء یاد باد کل العملی کنار فی الحطب، یعنی ریا عملی yönetakim nitekim ameli yaş, yani riya ameli yer riya ameli yemek yer nitekim oduni yer. اینجا yer نوشته اونجا yer نوشته، یعنی ریا عملی yer nitekim oduni yer. خیلی زیبا نوشته. پس فقیرün mali yok. Çin mescidler, medreseler peya. Bas ehli amelün mali hazinesi ilmidir. Nitekim. پس فقیرün mali yok. Çin mescidler, medreseler به پا میتونن باشه. به پا. من این به پا معنی نمیده. یا پا تموم شد. یا پا بالا هم یا پا بود. اوکی تموم شد. یا پا yapmak. اون بالا هم اینو نتونستم بخونم. امارتler yaparlar. بالا گفته بود neçələr imarətlər və zaviyələr yaparlar. حالا درست شد. اینجا هم همینو پیدا کردیم. عملی خب پس فقیر mali yok. Çin mescidler, medreseler yapa. Pes ehl amelün mali hazinesi ilmidir. Nitekim mali ki zükanın vardır.
مالک زکرانه واردور علمون دخی نه چکه زکات، اینم زکات هستش، واو هستش. نه تک مالون زکات واردور علمون دخی زکات واردور. علمون زکاتی oldur kim o kadar alemden okuduğu alemden. کلمات خیلی اینجا این اوگودوغی مثل یک کلمه نیست، مثل یک کلمه دیده میشه. برای همین فاصله خود یک کلمه از هم خیلی زیاده، ولی به کلمات قبلی و بعدی چسبیده. پس میگه که علmin zekatı oldur kim okuduğu ilmiden halqa bildürə. Neçələr onun ilmindən fayda görə. Şül bayıldır ki, bilər ki malının zekatın verməyələr qiyamət günündə ona بخیل دیگه. حالا اینجا یه چیزی نوشته جا علمانی بخیل دیگه تا علمالی تخته ederler. حالا این چی بود دیگه خیلی. حالا اینجا ادامش اینجاست. çağırırlar. پس بخیل دیگه çağırırlar. علمالی تخته ederler. گندورyalar. حالا اینجا یک چیزی نوشته که ederler kızdırırlar gövdesine basalar. kızdırırlar یعنی حرارت میدن به اون مالش و گودسینه. حالا این سینه احتمالاً به طرف پشت، گوده این سینه به طرف پشت یا پشت به طرف سینه. گودسینه باسلر این رو فرو میکنن تو اون گودش، یعنی از اینجا مثلا فرو میکنن به طرف پشتش. نتکم قرآنده buyurur. حالا روی این قرآن یه خط کشیدی که آقا این قرآن خیلی مهمه برای من. قرآنده buyurur یوم یحما علیها فی النار جهنم فتکوا بها جیاههم. فکر میکنم جیاههم باشه، من آیه یادم نمیاد، حالا غلط خوندم خدا ببخشه، شما هم ببخشید. الی آخر این آیه میگه هنوز ادامه داره، میتونید بخونید. پس اول عالم کی آنون علمیnden، پس o alim ki onun ilminden kimse behremend olmaya ol dahi bakhilidir. Yağmursuz buluttur. ببخشید یağmursuz buluda benzer. واو خیلی زیبا می نویسه، خیلی زیبا می نویسه، چه مثال های زیبایی میزنه. پس bu fakir gördüm ki dünyanın bakası yok ve روزگارdan vefası yok. Yani روزگارın هم میتونه باشه، روزگارın vefası yok. Fikrim şu ki şu ne erdi ki، حالا اینجوری باید بخونیم، fikrim şuna erdi ki Hakkı Teala Hazretinin kudretinden ve azametinden ve sanatünden ulum erdi. ilmim erdiği kadar beyan edim alemde khud dilimden eşidilmeden nesne kalmamıştır. Khud dinlemden ihtimalen dünyandan eşidilmeden nesne kalmamıştır. یه چیزی نمونده باشه که نشنیده باشیم. حالا benim dahi fikrim buna erdi. العذر عند کرام الناس مقبول. میگه من فکرم اینقدره، دانشم اینقدره، عقلم اینقدر تونسته تجربه و اینها، عقل رو معنی کردم، علم هم معنی کردم، میگه اینقدره.
مقبول. حالا بعدش هم میگه که العذر عند الکرام الناس مقبول. پس حق سبحانه و تعالی bu املاک و افلاکی عدمدن vücuda getirdi. Cinni ve insi ve melaikeyi yarattı. Akl ve idrak verdi. Kendinin vahdaniyetini bildirdi. Ve etti ki, etti yani گفت, etti ki ben vahidi mütleğim, kimse benden toğmedi ve ben kimseden toğmedim dedi. Hazreti Muhammed dem kıldı. حالا حضرت محمد dedi Hazreti Muhammed'em. حالا اینجا روش خط سیاه کشیده به خاطر حضرت محمد. dem قل الله احد قل هو الله احد suresini gönderdi. حالا اینجا ز داره یه نقطه اومده گندردی میشه ولی گندزدی نوشته. و جنتی جهنمی yarattı ve kullarına enbiya gönderdi ve kitaplar iretti. Nef'i zarari belirdi ve etti. Bana muti olun ve bana yakin olun. Taat kılmakla dedi. Ve yarattı nefsi ve akli ve etti. Her kim akla uya rahmet onu gezer. Onu gezer. یا اونunkidir. حالا این ز دوباره اینجا نقطه افتاده، یه نقطه افتاده. پس خیلی این جمله خیلی مهمه. میگه که یارتی نفسی و عقلی، نفس و عقلی و ادی، یعنی اینو و یارتی نفسی و عقلی و ادی و گفت هر kim عقل اویا رحمت آنوندر. هر کس بر اساس عقل عمل بکنه رحمت به اون شامل میشه. و هر کیم نفس اویا جهنم آنا مستحق olur. هر کس هم مطیع نفس بشه مستحق جهنم هست. نگاه کنید چه تقسیم بندی زیبایی در گذشته پدران ما میکردن، برعکس اینکه امروزه در ایران به خصوص و در میان ملاها در جهان اسلام متاسفانه رایجه. پدران ما چه به دقت تفسیر میکردن و ما از این چرا عقب موندیم؟ چرا کشورهای ما تمامی سرزمین‌های ترک‌ها و مغز ترک‌ها و نیروی کار و قلم و زبان ترک‌ها به اشغالگران در اومد؟ به خاطر اینکه این کتاب‌ها رفتیم به سمت اینکه گفت اون انگلیسیه دید که هندوها دم گاو رو بلند میکنن، شاششو میخورن و اونجاشو بوس میکنن، گفتش که اینم رفت بوسید. گفتن که حالا یا شنید که از آن چیز دارن میدن. بابا این چیه؟ گفت اگه به ما ضرر داره؟ گفتن نه. گفت اگه ضرر نداره بذارید بخونن. حالا اینم همینه. ما از وقتی که عقل رو گذاشتیم کنار و اومدیم از آیات خدا و چسبیدیم به نماز و روزه و اینجور چیزا و خمس و زکات و اینها، دیگه دنیا رو از دست دادیم. چسبیدیم به آخرتی که باید در این دنیا می ساختیم. نه ساختیم آخرتمون رو، نه این دنیامون رو ساختیم نه آخرتمون رو. همین دنیامون سوخت، همه آخرت. چیزی که اینجا نتونیم بکاریم در آخرت درو نمیتونیم بکنیم. چه چیزی اینجا ساختیم که در آخرت خودمون یا بچه هامون بتونن درو بکنن؟ پس نینده و یاراتتی nefsi ve akli ve etti. Her kim akla uya rahmet onundur ve her kim nefse uya cehenneme ana mustahak olur. Şeytan la'ini dua geldi. دو ایلدی. اینجا روی یه واو نوشته، دو نوشته، روی واو یه تشدید گذاشته، گفته شیطان لعینه دو ایلدی. این دو احتمالا مثلا توف کردن باشه، نمیدونم چی هست. دو ایلدی امرine müti olmadı. احتمالا این دو یا دو ایلدی امرine müti olmadı. و ne için Adem'e oldaki bir yanadan havale olup nefsi alet edinip nefsi
alet edinip lezizlü şurub adem meskin dahi o lezzat şehvatiye aldanıp bu birkaç günlük ömrü zayi eyler kendüyü cehenneme layık eyler şeytan la'ini söndürer anun خود مرادی اولدر آدمه حسد eder zira Adem için murad oldu. Zira Adem için merdud oldu. İndi insan layık olan oldur ki bu bir kaç günlük ömrü ne çekerse çeke zayi etmeye kör laini xecil eder. Hakkın rahmetine deger devlete ve ahirete ire. Hakkın rahmetine gire, devlete ve ahirete ire. Dünya dediğin xiyal gibidir. Aqil oldur kim Allah'ın emrine muti olup taatle, zikirle, şükürle edilip hakkın azametin lütfün gahrün fikir ede ana göre gör hakkın rızası üzere ola. Ana göre حالا من اینو ویرگول خوندم ببخشید این رو مثل ویرگول گذاشته ولی he هست ana göre hakkın rızası üzere ola. Hak seni dilemez ihtimalen. Hak seni dilemez. Kim usyan ile günün geçirir. Kim usyan ile günün geçirir. Sen kendine taksirlik edesin. Kendini o da layık edesin. Bu dahi diye kim? Bu benim ettiğim takdirde iyiymiş. O خیلی cümleyi. میگه که این جمله رو دوستان دیگه بار دیگه میخونم دقت بکنید خیلی جمله عجیبه. میگه hakkın rızası üzere ola. چی میگه؟ hakkın azametin lütfün gahrün fikir ede ana göre hakkın rızası üzere ola. خب روی رضای حق چیه؟ حالا اینو میخواد بگه رضای حق چیه که باید بر اساس اون عمل بکنیم. حقن رضاسی üzere اوله بر اساس رضای خدا زیست بکنه. حالا یعنی چی بر اساس رضای الله یا حق زندگی بکنه؟ یعنی چی؟ میگه حق seni dilemez. Kim usyan ile günün getirsin, hak دنبال تو نمیاد. Hak seni dilemez. Kim usyan ile günün geçirsin, kendine taksirlik edesin. اگر با عصیان روزگارت رو بگذاری به خودت بد میکنی. kendine taksir قصور کمکاری برای خودت میکنی edesin. kendini o da layık edesin. خودت رو لایق آتش میکنی. Bu dahi diye kim? حالا این یه چنین آدمی بگه که bu benim ettiğim takdire iymiş. این کاری که من انجام دادم تقدیر خدا بوده نه خود من خواسته اراده من. خیلی فرق داره. Bu benim ettiğim takdirde iyiymiş. Benim elimde ne vardır? İslam'dan teşere olarsan. Teşere dışarı. اینجا dışarı olarsan teşere olarsan. اینجا با ت دسته‌دار نمیشه مثل همون چیزی که دیروز صحبتش کردیم در اون کتاب قبلی. دیشری الان در ترکیه دیشری گفته میشه. اینجا تشره اولارسن یعنی خارج میشی. تشره اولارسن اگر اینجوری بگی که خیلی فرق داره. الان میگه آقا
هر چیزی که در پیشانی من نوشته در حقیقی من هست اون پیش میاد. این میگه نه اینجوری نیست. یه ترک اینجوری میبینه، میگه که نه اینجوری نیست آقا، اگه اینجوری بگی بر اصل اسلام و از اسلام خارج میشی. تشرع اولارسان یعنی اسلام تو رو بیرون میندازه. مثل این که مثلا میگفتن این تشرع فعل جالبیه که من برای اولین بار میبینم این رو، تشرع اولارسن یعنی انگار که مثلا یه جسدی، یه مرداری داخل آب میفته، آب این رو میزنه بیرون، تو خودش نگه نمیداره. خیلی فرق. زیرا حق تعالی اختیاری سنین اونه وردی، سنین علونه وردی. زیرا حق تعالی اختیاری سنین علونه وردی، عقل وردی، صلاحیت وردی، طاعت üzere اولون kimse sana mani değil gerek, cennet ihtiyar ile gerek, nar canuna layık ne ise ani işle akile. Bu kadar yeter, biz bezrine söz vermez. Sözümüze bebخشید akile bu kadar yeter, biz yine sözümüze gelelim. حالا اینقدر میگه نصیحت وسطش نصیحت کردیم، sözümüze gelelim، برگردیم به سر موضوع. چون حق تعالی bu vesiyle yarattı gökleri ve cennet ve cehennemi, bu cümle mahlukati, melaikeyi, insu, cinnu, heyvanati, şems و قمری، yıldızları yaradıp cümle aleme ziya verdikten sonra nebata ve fevakehe terbiyet etmek, güneşi hizmetkar koydu. Gülleri masalih için ve bilenim kim? Bilinel kim? Hakkı Teala kim cümleyi mahlukatı yarattı, cümleden eşref ademdir ve eşref adem dahi Muhammed er-Resul sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ani alemlere rahmet kıldı. Bunda söz çoktur. Bizim maksudumuz oldur ki hakkın kudretinden beyan ede ve bu kitap ve biz ihtimala اینجا ادوز بکنیم، جمع بسته خودش رو، حقın kudretinden beyan edevüz yok. Edevüz. Pes bu kitabı cem ettim 18 bab üzere ve her babide bir nimet koydum. İncil gofti koydum mutalaa edenlere konak nimetinden. Konak من فکر کنم مهمان. Konak nimetinden dilerse غذای روح edip. غذای روح. dilerse اگر اون کسی که مهمان این کتاب میشه، گناه نعمتیnden dilerse هر نعمتی که از این کتاب بخواد آرزو بکنه، غذای روح edip، غذای روحش بکنه. hakkın kudretin anlayalar. Hakkın kudretin ve sıfatın tefsiliyle bilmek ve anlamaya gelmek ve gayresi vardır. Hala ala kadri taqati ilmim ala kadri taqati ilmim، به اندازه‌ای که علم من طاقت داره. من اونجا علم از نظر این انسان رو تلاش کردم بگم که چی هست، به نظر منم همینه. اردوکی یعنی حالا رسیدیم به این که گدرو و گرایدلم. حالا اینجا گدر و کرایدلم، اینو نمیدونم چی. علمم ادوکی گدر و گرایدلم، این نمیدونم چیه. گدرشو میدونم و
Kiraydalım ger edelim میتونه باشه. قدر ذکر edelim. اوکی، این و نیستش، این مثل واو نوشته شده ولی روش یه نقطه هست. حالا من اینو علمم ادوکی قدر گدم اردوگی قد اردوگی علمم اردوگی قدر ذکر edelim. خب حالا درست شد. الباب الاول، حالا این 18 تا باب رو میخواد اینجا بگه. باب الاول، من این باب ها رو میخونم اسامیشو، بعد میرم تقریبا آخر کتاب، چون که فکر میکنم امروز خیلی مرثیه گفتیم، به ساعت یک ساعت 10 دقیقه گذشته. باب الاول günləri və günlərdə olan əcayibləri, ərş və kursi və uçmaq və tuba ayı, günü, yıldızları bəyan edər. Əl-Bab-ı Sani ki, yerləri və yerdə olan əcayibləri və cəhənnəmi bəyan edər. Əl-Bab-ı Salis, bu 700'ün, bu 700'ünün yeryüzünün, bu yeryüzünün، حالا اینجا چرا اینو یر خوندم؟ من که یه فکر کردم این ساکن روش گفته روی ر، اینجوری yeryüzünün beyanındadır. Elbab-ı Rabi ilm, hendese birle iklimdi ve günleri ve saatleri bildirir. علم هندسه birle برابر با علم هندسه اقلیمdi. Yani اقلیم رو، جغرافیا رو، günleri ve saatleri bildirir. الباب الخامس تاغlar عجایبین بیان eder. تاغ اینجا با دسته‌دار نوشته شده به معنی داغ. عرض کردم که در زبان ترکی و عربی یه حرفی هستش که نه دال هست، نه زال هست، نه ت هست. وسط این دوتا مثل ده هست، مثل ت هست. این ترکیب از این دو. داغlar، تاغlar. حالا اینو من بلد نیستم، برای اینکه ما به زبان فارسی اینها رو یاد گرفتیم، در نتیجه زبان فارسی این حرف رو نداره. ولی ترک‌ها در ترکیه و دیگر ترک‌ها در ترکمنستان و قشقایستان و من این اواخر چند تا برنامه مغول چیز رو اویغوری رو دیدم، اونها به راحتی این رو مثلا تاغ میگن، به راحتی تاغlar یا داغlar. من حالا اینو بلد نیستم، متاسفانه تحت تاثیر زبان فارسی هستم. الخامس و باب الخامس تاغlar عجایبین بیان eder. الباب السادس sular و جریده‌ler. من اینو جریده خوندم ولی احتمالاً جزیره‌ler. sular و جزیره‌ler و dezgüleri بیان eder. دگیزلری. اینجا گاف به معنی نون خونده بشه، دنیزلری bildirer. الباب سابع şehirler ve iklimleri beyan eder. Elbab samin mescidler ve yerler ahvalün bildirer. Elbab tasi Süleyman peygamberin tahtün ve saltanetün bildirer. Elbab aşir بلگسین تختین، بلگیس قرآن هستش اون داستان بلگیس. بلگیسین تختین و سلطنتین و گلوب سلیمان ل بولاشتوغون بیان در. بولاشماق، بولشتوغون، البته اینو باید بولشماق بخونیم، منم باید اینو، اونم بولشتوغ نوشته، من اینو مثل لا خوندم ولی این به نظرم یکی لو بهتر دیده میشه. بولشتوغون بیان در. الباب الواحد عشر شهرler تقدیرین بیان eder. حالا من اینو شهرler خوندم، احتمالاً مثلا همین باشه، من به غیر از این نمیتونم بخونم. تهرلر هم میشه خوند ولی تهرلر معنی نداره. الباب الثالث عشر otlar و yemişleri bildirer. otlar علف ها و yemişler خوراکی ها رو بیان میکنه. اینجا میره به اینکه هر گیاهی، هر خوراکی چه تأثیری روی بدن داره، این رو میخواد بگه. احتمالاً پزشکی، حالت پزشکی. الباب الرابع عشر 14 صورتler و بعضی
perler acayibin bildirer. Yerler acayip. Suretler ve bazı yerler acayibin bildirer. الباب الخامس عشر 15 سیمرغ انگاه حکایتیdir. الباب السادس عشر domuz cigara ve havadis gün ahvali beyan eder. domuz cigara یا domuz cigar و حوادث جون احوالی بیان eder. این رو باید بخونیم، سادس عشر رو بخونیم ببینیم این چی معنی میده. دوموز رو میتونم بفهمم، این جگر جگر یعنی چی؟ دوموز جگر و حوادث جون احوالی بیان eder. الباب السابع عشر احوال و علامات اشراط. من اینو اشراط میخونم. اشراط سرساعتی bildirer. ایام اما یوم القیامه الی یوم القیامه. احوال و علامات اشراط سرساعتی bildirer الی یوم القیامه. الباب السادس عشر این 18 مناجات الهی. اینم من مناجات خوندم، احتمالاً عنایات هم باشه، عنایات الهی یا مناجات الهی، هر دوتا خونده میشه اینجا. فکر میکنم عنایات الهی بهتر به مفهوم باشه. الباب الاول، حالا نه بریم باب الباب سادس عشر رو اگه پیدا بکنیم خیلی خوب میشه. همین اول دیگه چون خیلی هم گذشته میریم باب السادس و العشر 16. احتمال میدم که این تقریبا اواخر کتاب باشه. اینجا سکیز یه چیزی دیدم، سکیزینجی. حالا اینجا دوباره اومده یه چیزی رو تقسیم کرده، گفته که ببینیم اینجا چی میشه. لطیف سوله عجایب ermekleri düşünler sıraldığını gören valih ve heyran olurdurlar. Kuşlar latif صوت ile saraxaz ederler, işten sanaden bihuş olur. Hakkı Teala cenneti 8 yarattı. Evvelkisi Darul Celal'dur. Darul Celal'dır. Ak encendir. Encindir. خب altıncıdır ihtimalen. Çi bir şey. Ak ne? Ak incidir. İncidir. İnci. İnci dur. Ak incidir. İkincisi Darus Selam'dır. Ol kızıl yakutudur. Yakutudendir. انجیدندر. اینم از انجیدندر هستش. خب دیگه از اینجا بگذاریم بریم ببینیم میتونیم برسیم به فصل فی الانهار دخی جنت در. بریم. من فکر کنم اینو باید بریم فصل 16 حداقل نیم کتاب رو بریم ببینیم که چه چیزی در اینجا. اللهم انی اعوذ بک من اعمال القبایح فلان. این چی بود؟ الباب الثالث عشر. خب نباتات و حجارات و yemişler عجایبین بیان در. خب اینجا باب ثالث عشر هست. بازم بریم جلوتر ببینیم که و کل شیء قدیر. باب السادس عشر اسرار جفریه و حوادثlerine امور جفریه‌ای بیان در. جفر یه چیزی در فکر کنم جادو جنبل هست، تو اون مایه هاست. حالا ببینیم این چی میگه. من اونجا جفر خوندم، خیلی متوجه نشدم. این صفحه 139 رو اینجا داشته باشیم، برگردیم بریم صفحه اونجا. حالا اون چه صفحه بود که خوندیم؟ حالا اون چه صفحه بود؟ بیا و پیداش کن. از اینجا بود. خب صفحه الباب سادس بشر رموز جفر و حوادث gün احوالی بیان در. جفر
جفره، اینجا جفر نوشته. 130 و چند بود؟ امیدوارم که پیداش بکنیم. من حالا اگه فراموش نکرده باشم 131 گفتم ولی پیداش نمی‌کنم. 131. خب الباب الخامس، نه این خامس است، یکی دیگه احتمالاً ایداد. علا کل شیء. این 139 بوده. الباب ساده عشر، اسرار جفریه و havadislerine امور جفریه بیان در. bilelim hakkı Subhanahu ve Teala qadir ve qayyumdur. Bu alemleri yok iken var eyledi. Kudretin izhar eyledi. Gene bunu fani ediserdir. Gene bunu fani edirdir. İhtimalen edirdir. Zira kim takdir Allah'ın müqəddər böylədir. Takdir Allah'da müqəddər böylədir. Kullu şeyin halikun illa veçhu. Bizeval Allah'dır ki zat qədimdir. Evveli ahiri yoktur. Ani vasf olar. Ani vasf ابن اولار. حالا این چی بوده؟ نمیتونم اینو بخونم. پس یarattı عرشی، کرسیی، لوح و قلمی اجماعی، احتمالا اجماعی، تهولی، nitekim yukarıda zikrettik. Pes ol vakti kim dünyanın müddeti tamam ola, elbette ki gene ilam olur Hakkı Teala geri ve icat yeri Hakkı Teala geri ve icat ederler kim bu cehanın ömrü 70.000 yıldır 60 ili 1960 yıl olacak Adem'den yaraldı. Ederler ki 7.000 yıl dahi Adem mesken eder. نجوم حکمی اقتضا. حالا این دیگه رفت توی چیزایی، بذار ببینیم میتونیم ازش یه چیزی این جفر رو ببینیم چیه هست. فصل کعب الاخبار eder معلم ستین ki Hasan'ın Hüseyin'in havcesi idi. Şimdi Misr diyar olur, hezardır. Bir gün Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururdu. Cebrail'den geldi. Cebrail'den geldi. Cennet elmavlerinden biri getirdi ittifak. Hasan de Hüseyin de. حالا اینا دیگه رفت رو چیز احادیث. من میخواستم ببینم این چیه. فصل فی الاسرار الجفریه bilune ki bu alemin esrarına kimse muttali olamaz ta kim bu ilmin sahibine rücu etmeyince. حالا اینجا یه ساد گذاشته نمیدونم چی. شیخ المحققین العالم یکشف الاسراره و آیاته شیخ عبدالرحمن صاحب اطرف
Hazretinin ol ve iradat gıybiyeden حوصله آنی قبول ایلدی. حوصله اینم حوزه هم میتونه باشه. حوصله آنی قبول ایلدی حال دلیل تعبیر قıldı bu dai ani Türkiye getirip kitabımızda beyan ettik. Velakin ziyade tesrih isteyen cefr cami kitabına nazar kılsın, anın esrarına vakıf olsunlar. خب میگه کتابی هست به نام جفر جامع. حالا من این جفر جامع، ببینیم این جفر جامع رو من اینجا بنویسم ببینم آیا میتونیم یه چنین کتابی پیدا بکنیم. جفر جامع ببینیم چی هست. حالا در قدیم یه چنین اعتقادی بوده که این رو تا نخونی نمیتونی بفهمی که چی هست. بریم صفحه آخر این کتاب رو تمام بکنیم. حالا عکس‌های صفحه آخر رو که داریم میبینیم، برمیگردیم یکی دو صفحه آخر رو بخونیم و این کتاب رو برای امروز فکر میکنم کتاب جالبی هست. من حداقل این تعریفات که در مقدمه کتاب خود نویسنده انجام داده بود این رو متفاوت از اون احادیث و داستان ها و چیزها میدونم. خب بذارید ببینیم از این دو صفحه چی میشه. منظور عادلر کافر خروج اده سمرقندی خراسانی اول دخی المغه قصد ادی اتنده دخی جنگ و آشوب اوله ما حصل fiskle töle bunların fiskle dola fiskle töle bunların tefsil edersek söz uzer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iddi ol zamanlarda 9 kişi nübüvvet davisin kıla. O zamanlarda 9 kişi nübüvvet davisin kıla. Halkı deccal gibi öz. حالا من اینجا اوگوز خوندم این رو ولی میتونه یه چیز دیگری هم باشه نمیدونم. آگوز کişi nübüvvet davisin kıla halkı deccal gibi öz azdureler hakkı azdırmak hakkı deccal gibi azduralar hakkı Teala onları rüsvay eyliye o vakti İslam zayıf ol hal ola hakkı Teala Mehdiye ver biya Bukharadan Mehdiye ver biya Bukharadan گپه مکیه جله کندو آنده. حالا این در مورد حضرت مهدی چی میگه؟ میگه که این در بخارا یعنی ترک مهدیه وربیه بخارادن گپه مکیه گله کندو آنده بللر اسحاق oğlanlarından 70.000 kişi ona tabi ile huruc ede gele dahi ahli keşfiden ya ahli keşfiden ashab-ı kahf adedince yani 313 dahi ashab-ı kahf uydukları kadar Hakkı Teala ashab-ı kahf ehya ede gele Mehdi'nin çavuşları olalar. Ondan bu Halifetullah Seyf Qati ve Burhan Sati'dir. Rahim'in mimi tarihinde Tuğdi اینجا دوباره مثل دوغدی ولکن قمر طلوع اتدiki zira ki
tale yıldızı saadet bir cende saadet burcunda tulu etti ve bu halifetullah kulluhu benil asgara beniyel asgara helak eyliye İstanbuli fethede kafiri gre mal غنایم muhterem olalar andan Mehdi sanane vare aden diyardan aden diyarın keş ede gele Kufede bir adlu cami bunyad ede. Ebu Said Khızri razıyallah Resulullah'den sallallahu aleyhi ve sellem nakl eder. Mehdi Fatıma razıyallah Fatıma razıyallahu anha oğlanlarından rahim ve merhumudur. Genfikiz hala اینجا یک کلمه نوشته که genfikiz ol zamane. اینو نمیتونم بخونم. این چیه؟ فنفکر o zamane erişen 800 ana sükun هم میتونه شه. سکون ana tabi ola. فکر گنگزن اولن اول زمانه. این نمیدونم این چی باشه. این نمیتونم بخونم چی میتونه باشه. هم ق خونده میشه، هم ف خونده میشه، هم نون خونده میشه آخرش، هم ز خونده میشه، هم دال ز خونده میشه. نمیدونم این چی میتونه بشه. اول زمانه اریشن سکوت آنه تابع اولا. سکون هم میتونه باشه. اریشن آنه تابع اولالın ulemanın mügellidi Mehdi'nin bazı işine dahil edeler. Sonra emrine tabi olalar. Bazı آخرین سفر رو چی شد؟ آخرین سفر رو اید دیدی. بعضیler اید دیدی dediler ya مقتزیل dünyada ola. حالا اینجا یا دیدی dedi ya yal makdur zeyl dünyada ola andan çine vare. حالا اینجا یه اسم پس این یال مکده نمیتونم یال مکده زیل dünyada ola andan çine vare اولونه آنده اغلانی اولا خاتم اولا و ولاد اولا. خاتم الاولاد اولا. فکر میکنم اینجوری باشه. اینجا یه مقدار خوندنش خیلی سخته. کلمات خیلی خاتم الاولاد اولا اینجوری میخونم من. فصل حروف دجال. خروج دجال. Fasl خروج دعال لعین. Ondan sonra Deccal çıga Mehdi zamanında rivayet şöyledir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında doğmuştur birken Ömer razıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam ile giderken bir köye uğradılar. Peygamber aleyhisselam itti. Ya Ömer bu köyde bir er vardır adı Gettandır. Bir avret vardır adı Gettandır. Bu ikisinden Deccalul La'in toğa gerektir dedi. Toğa gerektir dedi. Geceler ketler bugün
Yalkuz Hazreti Ömer o köye uğradı. Bir gün geceler getdiler bir gün Yalkuz tek canına. Yalkuz Hazreti Ömer o köye uğradı. Gördü bir galeye var. Sordu. Nedir? Ettiler. Bu oğlan toğdu. Toğduğu öttü. Söyledi dediler. Ömer geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Resulullah etti. Gelin varalım, görelim ashab ile kalkıp gelirken etti. Gelin yarenler gönlümüzde bir endişe tutalım. Endişe ye fikri, ye niyeti. Bir endişe tutalım, görelim. Bildiler iyi diyor. Duhan sonra sen. Diyor. Han sonrasın. Tuttular andan köye geldiler. Lain bunları gördü, etti. Bana iman getirmeye mi geldiler? Geldiniz. Göcüzde duhan süresen gökülüzde duhan süresen tuttu göz dedi. Dahi her riye başladı. Her raya başladı. Ümrani eşitti. Gazebe gelip kılıç çıkardı. Çaldı. Yani kılıç kesmedi. Sıçradı. Ömer'in yüzünü bir parmak yaraladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Fesad olur. Döndü. Gittiler. Deccal bunların ardınca bir taşa işaret eyledi. Taş hesar gibi olur. Olup bunları kıldı. Yadenler gurgudlar Resul sallallahu aleyhi ve sellem دیگه القالدر دیگه این کتاب ناقص مونده از اینجا به بعد نمیتونیم با نام نویسنده و تاریخی که احتمالاً برای کتاب زده باشه آشنا بشیم. روز خوبی رو وقت خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم که فرصت دیگری و توفیق دیگری داده بشه تا بتونیم با هم یک کتاب ترکی دیگر رو خوانده آشنا شده با افکار ترک ها آشنا شده و از در دیوار جهلی که در 250 سال گذشته در همه ساحه ها و جوانب زندگی ما بر دور ما و بر عقل ما چیدند و کشیدند سوراخ‌هایی با این کتاب‌های ترکی باز بکنیم و بتونیم یه روزی از این کتاب از این دیوار و زندان مهندسی شده خارج بشیم و جهان بیرون از اینجا رو بهتر ببینیم. روز